سرخط خبرها. ولادیمیر زلنسکی برای ملاقات با دونالد ترامپ به واشنگتن رفت. آموزگاران را دیگر به حشر نمیبرند. در تاجیکستان قانون درباره مقام آموزگار قبول شد. سفری 1600 نفر را به بیرون به دلیل قرضداری منع کردند. سلام بینندگان عزیز، این برنامه نوید بامدادی است با خبرهای تازه از تاجیکستان و جهان. امروز 17 اکتبر سال 2025 است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی با نشر یک نوار اعلان کرد که وارد واشنگتن شده است. قرار است امروز وی در کاخ سفید با دونالد ترامپ ملاقات کند. روز پنجشنبه آژانس اینترفاکس اوکراین با استناد به معلومات خدمات نظارت پروازها خبر داد که هواپیمای رئیس جمهوری اوکراین در پایگاه هوایی اندریوس فرود آمد. زلنسکی گفته است روز پنجشنبه با نمایندگان شرکت‌های انرژی و دفاعی آمریکا ملاقات می‌کند و تاکید کرده است که این استحصال کنندگان اسلحه‌های قوی هستند و توان تحکیم بخش دفاع را دارند. با گفته رهبری اوکراین در این ملاقات مسئله تحکیم نظام حمایت ضد هوایی اوکراین نیز بررسی می شود. زلنسکی گفته است مسکو برابر شنیدن خبر موشک‌های توماهاوک با سرگرفتن گفتگوها شتابیده است. از این پیش پرزیدنت ایالات متحده گفته بود ممکن است اوکراین را با موشک‌های بالدار توماهاوک تامین کند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه با پرزیدنت روسیه صحبت تلفنی داشت. بعد از این و اعلام کرد که احتمال با پوتین در بوداپشت واخورد. موضوع کلیدی ملاقات رهبران آمریکا و اوکراین امروز انتقال اسلحه به اوکراین از جمله موشک‌های بالدار توماهاوک خواهد بود. روسیه گفته است موشک‌های بالدار مناسبت این کشور را با آمریکا بد خواهد کرد. خدمات اجرایی تاجیکستان میگوید در 9 ماه امسال به فهرست یگانه قرضداران نام 2350 نفر دیگر را وارد کرده است. آنهایی که اسمشان در این روی خط است تا زمانی برگردانیدن قرضهای خود به بانک، مؤسسه و یا افراد علاهیده از کشور بیرون رفتن نمیتوانند. در گزارشی از نتیجه‌گیری فعالیت 9 ماهه این نهاد که روز 16 اکتبر نشر شد، گفته شده است که در این دوره با 5075 نفر قرضداران برای بیرون رفتن از کشور محدودیت گذاشته شده است. در مجموع در 9 ماه 1600 نفری که می‌خواستند از کشور بیرون روند با سبب قرضداری از مرز برگردانیده شدند. خدمات اجرا از نتیجه این عمل توصیف کرده گفته است قرضداران بعد این بیش از 24 میلیون سومانی و 108,000 دلار قرض خود را برگردانیدند. به اطلاع خدمات اجرا در عموم در چند سال اخیر به این دلیل سفری بیش از 21,000 قرضدار به بیرون محدود شده است. پارلمان تاجیکستان قانون درباره مقام آموزگار را قبول کرد. هدف از این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و پیش بینی کردن امتیازهای بیشتر برای آنها گفته شده است. قانون مذکور ماه آینده بعد نشر رسمی آن مورد اجرا قرار می‌گیرد. طریق قانون نو با دستور پرزیدنت امام علی رحمان تهیه شده است. رئیس جمهور سال 2024 از پایین رفتن مقام و نفوذ آموزگاران نگرانی کرده بود. آخر ماه ایول حکومت طریق قانون را معقول دانسته برای بررسی به پارلمان ارسال کرده بود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان مزد کم در ساحه به قدری معلم بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها بازدید داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است که مزد بسیار کم به حساب می رود. با اطلاع رسمی در مکتب و مؤسسه‌های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی رسد. بنا به گزارش‌ها در قانون نو درباره مقام آموزگار از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاککاری، قلمروی مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته خبرگزاری آزیا پلوس حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صنف وارد شود. در روسیه رسای 1 میلیون بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان زندگی و کار می کند، گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست خبری مشترک با امام علی رحمان روز 9 اکتبر در دوشنبه. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند در روسیه نه بیشتر از 600,000 مهاجر تاجیک کار می‌کند. اقتصاددانها میگویند هنگام مذاکره‌های سیاسی این رقم‌ها برای دست یافتن به هدف‌ها استفاده می‌شوند. تفصیلات را در گزارشی همکاران ما ببینید.
дар Русия расо 1 миллион, бештар аз 1 миллион шаҳрванди Тоҷикистон зиндагӣ ва кор мекунанд. این آمار را ولادیمیر پوتین روز 9 اکتبر در نشست خبری مشترک با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر دوشنبه ذکر کرد. هرچند این بار پرزیدنت تاجیکستان به این آمار اعتراض نکرد، در سال 2022 او در حضور پوتین گفته بود که تاجیکستان اینقدر مهاجر کاری ندارد. شما دیروز 2 میلیون گفتید، امروز میخوام بگویم 2 میلیون نه، بیشتر از 2 میلیون شهروندان ما به روسیه میروند و نه تنها برای کار نه بیشتر از 600,000 میروند. باقی مانده ها برای تحصیل و طبابت و یا توسط روسیه به کشورهای سوم میروند. سال آینده 50% کم میشود. مقامات مسئول تاجیکستان سالهای اخیر نه تعداد مهاجران و نه پولهای ارسال کرده آنها را آشکار نمی کنند. در وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان پیشتر گفتند نمی توانند آمار مهاجران را پیشنهاد کنند، زیرا نه همه شهروندانی که به خارج می روند مهاجر مهنتی هستند. بانک ملی تاجیکستان نیز حجم پولهای ارسال کرده مهاجران کاری را آشکار نمی کند. اقتصاددان قرقیزستانی نورگل اکیمووا میگوید آماری مربوط به مهاجران از سوی سیاستمداران برای دست یافتن به هدفها استفاده می شود. این آمار را پنهان کردن امکان ندارد. مسئله اساسی این است که آیا آن را در گفتمانهای سیاسی استفاده میبرند یا نه. همچون اقتصاددان مطمئنم که این ابزار برای گفتگوهاست. این یک ابزار کلاسیکی است. همه نوع داده‌های اقتصادی در گفتگوهای سیاسی استفاده می شوند. احتمال بحث مذکور به خاطر آن روی زده است که دو کشور در مسئله به سازش نرسیدند و ظاهراً آمار مهاجران برای تقویت موقع روسیه صدا می دهد. نمیدانم که پوتین با ذکر این آمار چی گفتن می خواهد، ولی می توانم تصدیق کنم که حجم پول مهاجران تاثیرگذار است. یک شارح مسائل اقتصادی از شهر دوشنبه گفت به درستی آمار پیشنهاد کرده روسیه باور دارد، زیرا با گفته او جانب تاجیکستان کسانی را که دو شهروندی دارند مهاجر حساب نمی کند. منصبداران تاجیکستان نمیخوان که این آمار را رسانه‌ای کنند، زیرا در آن صورت به باور من آنها مجبور میشوند اعتراف کنند که اقتصاد کشور از حساب انتقال پولهای مهاجران میچرخد، در حالی که در واقع چنین است. یوری اوشاکوف یاور پرزیدنت روسیه روز 7 اکتبر خبر داد که در سال 2024 مهاجران کاری تاجیکستان بیشتر از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار از روسیه به وطنشان ارسال کردند. از این پیشتر سازمان جهانی مهاجرت خبر داده بود که در سال 2024 از خارج به تاجیکستان نزدیک 6 میلیارد دلار ارسال شده است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. برنامه را با یک خبر دیگر ادامه می‌دهیم. شروع از 18 اکتبر در دوشنبه موسم گرمکنی خانه‌ها توسط شبکه‌های گرم‌دهی آغاز می‌شود. در این باره نشریه رسمی پیام دوشنبه روز 16 اکتبر خبر داد. مقامات از ساکنان خواستند در راستای به کار شروع کردن بخاری یا بطاری‌های گرم‌دهی در پایتخت برای بی‌خطری و کاری بهتر تجهیزات گرم‌دهی خانه‌های خود را بسنجند و برای قبول گرم‌دهی آماده باشند. خبرگزاری از پلوس با استناد به مسئولین شبکه‌های گرم‌دهی دوشنبه گفته بود که امسال در شهر دوشنبه 100 انشاءات دیگر به نظام گرم‌دهی پیوست می شود. از جمله به گفته این منبع زمستان امسال ساکنان 79 بنا در ناحیه فردوسی، 31 انشاءات در ناحیه سینا و 21 بنا در ناحیه اسماعیل سامانی بار اول به نظام گرم‌دهی پیوست می شوند. سالهای گذشته برخی از ساکنان شهر از کار شبکه‌های گرم‌دهی و ناکافی بودن گرمی در خانه‌هایشان شکایت می‌کردند. حالا بخش یک روز تاریخ را پیشنهاد شما می‌کنیم که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 اکتبر را فرا می‌گیرد.
17 октябр соли 1943 шоди шабдулов таваллуд шудааст ки дар таърихи сиёсии тоҷикистон чун роҳбари ҳизби коммунист ва як вакили танқидгару ошкоргӯи парлумони тоҷикистон ёд мешавад. шабдулов ки саркӯби озодиҳову гуногунандешӣ ва ҳам қонуншиканиҳоро дар интихоботҳо танқид кардааст, гуфтааст пояи иқтисод зербинои ҳар кишвар аст. роҳбарият бояд ба зербино таваҷҷӯҳ кунад, на ин ки ҳамаи моликиятро ба ин тараф ва он тараф ба ҳар баҳона тақсим кунад. натиҷаашро имрӯз дида истодаем. аз санаи 17 октябри соли 1987 бо дастгирии созмони милали муттаҳид рӯзи мубориза бо қашшоқӣ барпо мешавад ки ҳадафаш ёдоварӣ аз масъулият дар баробари мушкили нодориву қашшоқӣ ва нобаробарӣ аст. қашшоқӣ як навъи дигари поймолшавии ҳуқуқи инсон аст ва ҳадаф аз эълони рӯзи вижа ҷалби кӯмаку сармояҳо ва ҳам барномаҳои пуштибонӣ аз иқтисодҳои заифу кишварҳои дар ҳоли сангини иҷтимоиву иқтисодӣ аст. тоҷикистон ба феҳристи кишварҳое шомил мешавад ки сатҳи нодорӣ дар онҳо баланд мебошад. 17 октябри соли 2008 ҳукумати тоҷикистон барномаи ислоҳоти сохтории ширкати миллии ҳавопаймоӣ Togic Airро тасвиб кард ки онро мунаққидон нақшаи варшикастагии ширкати замони муваффақу пешрафта ҳам меноманд. ширкат ба 6 сохтори алоҳида фурудгоҳҳои Душанбеву Хуҷанд, Кӯлобу Қурғонтепа, идораи Togic Aeronavigasiya ва ҳам худи Togic Air ҷудо шуд ва тадриҷан кору даромадаш ба нестӣ расид. майдони парвозҳо ба монополияи Somon Air табдил шуд ки бино ба таҳқиқоти журналистӣ назорати пурраи кору даромадҳои ин ширкати хусусиро наздикони президенти Тоҷикистон дар ихтиёр доранд. субҳи имрӯз дар бархе аз бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон арзиши рубли русӣ ва доллар каме поин рафта 1000 рубли русӣ ба 115 сомонӣ баробар шудааст. 100 доллари амрикоӣ то 923 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навид дар ҳафтаи равон буд. дар рӯзҳои истироҳатӣ хабарҳои охиринро аз сомонаи радиои озодӣ бо нишонии озодӣ.орг дарёфт кунед. то ҳафтаи оянда, худо нигаҳдоратон.